به نام خدا. نکات کلیدی مدل واتسون و گریگ. ببینید همونطوری که میدونیم در مدل واتسون و گریگ ما دو رشته پولینوکلئوتیدی داریم که این رو به دو تا ستون اصلی نردبون تشبیه میکنن. خب یک، ستونهای این نردبون رو قند و فسفات و پله های اون رو بازهای عالی تشکیل میدن. دقت کنید ببینید یه ستون اینه، دقت کنید این یه ستون، اینم ستون دیگه که روبروشه. خب ما تو هر ستون چی داریم؟ قند، فسفات، قند، فسفات، یادمون باشه. دومی که میگه پله های این نردبون رو، اینا پله هاست دیگه، پله های این نردبون رو بازهای عالی نیتروژن دار تشکیل میدن. نکته بعدی ببینید بین دو تا قند متوالی ما یه فسفات داریم با دو تا پیوند که همون پیوندهای فسفودی استره. قبلا بهتون گفتم ببینید پیوندی که در دو طرف این فسفات وجود داره، این فسفات، یه پیوند این ور داریم، یه پیوند این ور داریم که بین دو تا قند نوکلئوتیدهای مجاوره، بهش میگیم پیوند فسفودی استر. بچه‌ها این یک. پس در ستون‌ها ما قند و فسفات داریم، بینشون پیوند فسفودی استر، اما بین در واقع دو تا رشته ما پله های این نردبون داریم که اونا توسط آدنین و تیمین و سیتوزین و گوانین ساخته میشن و بینشون پیوندهای هیدروژنی داریم. بنابراین در ساختار مولکول دی ان ای ما دو نوع پیوند داریم، فسفودی استر که در واقع ستون هاست و هیدروژنی که بین دو رشته و بین بازهای عالی نیتروژن دار مکمل، یعنی آ با تی مکمله، سی با جی مکمله. بنابراین دو رشته پولینوکلئوتیدی مکمل همن، دو رشته موازی هن، فاصله شون همیشه ثابته، یادمون باشه. خب برگردیم رو متن. ببینید پیوندهای هیدروژنی بین بازها دو رشته دی ان ا رو در مقابل هم نگه میداره. این پیوندها بین جفت بازها به صورت اختصاصی تشکیل میشه. یعنی چی؟ یعنی همیشه بین آ و تی پیوند هیدروژنی داریم. هیچ وقت آ با جی یا سی با تی روبروی هم قرار نمیگیره، چون ساختار مولکولی دی ان ای به هم میریزه و پایداریش و استحکامش از بین میره. این مولکول دی ان ا دیگه اون دی ان ای طبیعی نیست و ساختارش ناپایدار میشه و در برابر عوامل محیط این آسیب پذیره. در طی تکامل ما بهترین حالت دی ان ای رو زمانی میبینیم که همیشه آ در برابر تی باشه و سی در مقابل جی باشه. تعداد پیوندها مهمه، وضعیت قرار گرفتن اونها مهمه، فاصله این در واقع پیوندها یا طول پیوند خیلی مهم هستش و همیشه باید ثابت باشه. خب آدنین گفتیم با تیمین روبرو هم قرار میگیره، گوانین با سیتوزین جفت میشه. به این جفت بازها میگیم بازهای مکمل. پس بین سی و جی نسبت به آ و تی پیوند بیشتری تشکیل میشه. بنابراین پیوند سی و جی چیه؟ پایدارتره، قوی‌تره، دیرتر شکسته میشه. بنابراین هر مولکول دی ان ای که مقدار سیتوزین و گوانینش بیشتر باشه، چون تعداد پیوندهای هیدروژنیشون بیشتره، بنابراین چیه؟ اون مولکول دی ان ای پایدارتره. خب اهمیت قرارگیری جفت بازها. ببینید قبلا هم بهتون گفتم در هر پله نردبون شما مشاهده کنید، خوب دقت کنید، چند تا حلقه می‌بینید. ببین این بنفشه یه حلقه است دیگه، 1 2 3 4 5. ببین تو این ردیف 5 تا حلقه داریم، ردیف بعدی 5 حلقه، ردیف بعدی 5 حلقه. نکته دوم، همیشه یک باز دو حلقه‌ای در برابر باز تک حلقه‌ای قرار میگیره. آدنین دو حلقه‌ای، تیمی تک حلقه‌ای. پس همیشه این قانون حفظ میشه. نگاه کنید این آبیه رو، گوانین دو حلقه‌ایه، روبروش سیتوزین تک حلقه‌ایه. هیچ وقت دو حلقه‌ای یا دو تا تک حلقه‌ای روبروی هم قرار نمیگیرن. این مسئله باعث شده که قطر مولکول دی ان ای در تمام طول آن ثابت باشه. یعنی دو رشته دی ان ای فاصله شون همیشه به یک اندازه ثابته، مثل دو رشته ریل قطاره. خب وقتی قطر مولکول دی ان ای یکسان باشه، استحکام و پایداری مولکول دی ان ای چیه؟ ثابته. پس یادمون باشه
علت پایداری مولکول دی ان ا چیه؟ ثابت بودن قطر مولکول دی ان ا. چه چیزی باعث میشه که قطر مولکول دی ان ا ثابت باشه؟ اینکه یک باز تک حلقه‌ای روبروش باز دو حلقه‌ای داره. سیتوزین مقابل گوانین، تیمین مقابل آدنین. خب بریم. خب نتیجه دومی که قرار گرفتن جفت بازهای مکمل ایجاد میشه چیه؟ ببینید نتیجه دیگه جفت شدن بازهای مکمل اینه که اگرچه دو رشته یک مولکول دی ان ا یکسان نیستند، ولی شناسایی ترتیب نوکلئیدهای هر کدام میتواند ترتیب نوکلئیدهای رشته دیگر رو مشخص کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا این دو رشته نگاه کنید، اگه یکی از رشته ها رو در اختیار داشته باشید، مثلا A T C G C T، درسته؟ میتونید رشته مقابل حدس بزنید که مثلا در مقابل A T قرار میگیره، در مقابل T A قرار میگیره، در برابر C G قرار میگیره و الی آخر. خب این دوباره میتونه چه کاربردی داشته باشه؟ کاربردش اینه که سلول مثلا اگر زمانی بخشی از رشته دی ان ا رو از دست داد، میتونه از روی رشته مقابل اونو بازسازی کنه بچه‌ها.